انسانی سلام است، نشانی مغزی معنی ها کلام است، اساسی پایه‌ای بخت و سعادت، وفاداری محبت احترام است. پارچه از عبدالرحمن جامی. آسوده دلا حال دلیزار چی دانی؟ خونخواری اشاق جگرخوار چی دانی؟ شب تا به سحر خفته به خلوتگاهی نازی، بخوابی این دیده بیدار چی دانی؟ هرگز نخلیده به کفی پای تو خوره، آزردگی سینه افگار چی دانی؟ ای فاخته پرواز کنان بر سری سروه، دردی دل مرغان گرفتار چی دانی؟ جامی تو بیهوشی و جامی می و مستی، راه و روشی مردمی هوشیار چی دانی؟ از میرسید میرشکر. من کلان میشوم قهرمان میشوم، بر دیاری خودم پاسبان میشوم، جسمی من جانی من تاجیکستانی من، همچو گل در چمن بشکفد بخت من، دایما در دلم محکم است این سخن، جسمی من جانی من تاجیکستانی من. داستان از یوسف جان احمدزاده. من خوابم را می جویم. حیرانم و حیرانم کاسه را کجا مانم، کاسه ای من پر داغ از راستی است یا دروغ، شب الکی نیم شد اطراف همه جیم شد، ولی مرا خواب نیست، مرا چرا خواب نیست؟ کفایه از چند قسمتش میپرسیم میلش؟ بله. خب تو را همراه میبرد، تو را همراه میبرد، به سوی مه میپرد، به سوی مه میپرد، تو را همراه میبرد، میپرد و میپرد دکه میزند سرم، بینم که روی ماه است نه شهر و نه راه است، زمین سرد و آرام نه دره دارد نه بام، نه کسی می نماید نه خسی می نماید، وهمی آدم می آید رحمی آدم می آید، مه را می گویم ای مه از خوابم هستی آگه، سرسان سرگردانم خوابم کجا ندانم، روی زمین را کافتم از هیچ جا نیافتم، ای اندله بخانه اکنون تمام افسانه، زود بیا خواب رفت خوش باش تو روزی نو. بار اول اینی به همین قارشگنبه در کجا با میخورند؟ در سرتراشخانه. ریشی همین قارشگنبه رو نویسنده بسیار با یک چی تشبیه داده است؟ ریشش را؟ بله. ریشش به علفی کی چه؟ علفی گنده درف شده. از تهذیب دوستی بیان یک حکایش نقل کنی؟ حکایم بچه با آداب. بچه با آداب. بچه با آداب در راه با آداب می رود. باید آدمان هر یک شخص دیگر را احترام کنند و سلام دهند. درست. انا سرگذشت صابر. بله. از کدام کتاب آمده است؟ از صبح جوانی ما. بله، از پاییز صبح جوانی ما. صابر کی بود؟ صابر یک پسر بچه. چی سرگذشت داشت وی؟ سرگذشت کمبغلانه داشت. همین برایش من دیدم اگر همینجا حضور داشت پرسیدند اونجا یک بازی چه میارن، چی نام داشت بازی چه؟ میرزا دیکک. میرزا دیکک چی خیلی بازی چه هست؟ بازی چهی تنکه افستنکه با پشتش میخوابانند ولی وی نمیخوابد. باز مینشیند. بازی چی که وی ناستوار است؟ بله. بله. انا کنون خوندید لالا تابستان. تابستان از کی است؟ تابستان از پولاتولیس. خوندید تابستان؟ بله. هم برای چی تابستان نام گرفتین است؟ برای اینکه این واقع در فصل تابستان روی داده است. از قهرمان اساسیش کی است؟ حسن. حسن چی سبب شد که از خانهشون قهر کرده برآمد؟ با مادرش جنگ کرد و مادرش گفته بود که از بازار روغن بیار، اما وی مادرش چقدر تنبیه داد وی رو؟ با کفلز به سرش زد. با کفلز به سرش زد. حسن قهر کرد کجا میرم گفت؟ با فرانت. فرانت کجا است؟ فرانت خدمت میکنی. یعنی فرانت خدمت نه؟ جنگ، میدان جنگ است. یعنی من رفته در اونجا قهرمان شده میبینم. گفته خیبت کی نه و دست گرفت که مثلا با یک نظام بیارشه
کی بود؟ در راه یک میلیسیونر درست. اخیرا تقدیرش به دست کی میافتاد؟ به دست عمک عبداللطیف. تقویش ها؟ بله. تقویش عبداللطیف میافتاد. بعد چی کار میکند تقویش؟ تقویش به همراه تقویش به زرچشمه می رود و در آنجا سوداگری می کند. اول چی میخرد میتید تقویش که اول به 7 سامانی بادرینگ می خرد. بادرینگ چی گفته میخرد تقویش؟ بادرینگ اپای این کودک توی است میگوید. یعنی ما توی داریم بله. برای چی میدونی این حکایه همین پولو تالیس است. واقعا در کجا میشد؟ واقع در کوه. در کوه. برای چی لاله چینی؟ برای آنکه به لاله چینی می کی میرود؟ یوسف هاشم. بله یوسف هاشم میرود. در اونجا چی با واقعات دچار میشن؟ در آنجا باران میبارد، سیل می آید. آنها گپی کی را گوش نمیکنند اول؟ آنها گپی چوپان. بله. بعد آخر چوپان آنها رو باز از این چیز نجات میدهد. آب از کجا می آید؟ قهرمانش کی بود؟ قهرمانش اسد و صمد. اسد و صمد. بله اسد و صمد بود. با اونجا اسد و صمد با همراهشون یک چیز دیگه هم داشتن. چی بود که دوی همراه آنها بود؟ آنها کلته سگش. کلته نامی سگشان بود ها؟ بله. همون وای توکل خواجه کی بود؟ توکل خواجه و صاحبی وی. کسبی توکل خواجه چی بود؟ کسبی توکل خواجه میراب. بله میراب. یک کس توکل خواجه رو مسخره میکند کی بود در اونجا؟ حسنی هنگامه. غلبی ستاره. ستاره چی کی است؟ ستاره یک دختر بچه. برای چی غلبی ستاره میبیند؟ برای آنکه چشمی وی آسیب میبیند و با یک چشمی بسته وی در صحنه راسدن یک چشمه اشتراک میکند و غلبه میشود. دروغ حکایه کی است؟ حکایه عزیزی عزیز پویست نوشتید همین چه خیلی است کن؟ دروغ. برای چی دروغ نام گرفتی حکایه؟ برای آنکه یک پسر بچه دلاور دروغ میگوید. بعد چی عاقبتش چی میشد؟ عاقبتش به بیمارخانه می رود و دروغ بودنش سیرش فاش می شود. وی میخوان چیکار کنند؟ وی را میخواهند و جراحی کنند. دروغ که میگد میخوان جراحی کنند و چی میشود؟ میترسد. میفهمد و میگد که من البته دروغ گفتم. روز یک مرد خرسوار میرفت و یک شاخه درخت را دید. شاخه درخت پر میوه را دید و به نزد شاخه رفت و با بالای خر با دو پا راست ایستاد و چند زردالو چیده بود که خر به راه در آمد و مرد باشد در شاخه درخت چسبیده ماند. باغبان از این حال آگاه شده دزدی متهم چرا در درخت نشسته ای؟ گفت من دزد نیستم. خواهد چرا به درخت برآمده ای؟ گفت باغبان من از خر افتیدم. گفت من وعده دادی وفا کن، قول دادی اجرا کن. فرزند خوب باغی پدر، فرزندی بد داغی پدر. اول ببین جای خود، بعد بماند پای خود. طرفه شاگرد است که در حیرت کنند استاد را. آفتاب را با دامن پوشانیده نمی شود. گاوی بیشیر آوازی بلند دارد. 7 بار چین کن و 1 بار بور. نان هم نان و ناریزه هم نان. نان هم نان و ناریزه هم با نان. آج پول 1 پول. علم خواهی تکرار کن، حاصل خواهی شدگار کن. تشکر نصرت الله. اکنون ما میخواهیم که یک پارچه از شعر خانی که تو اون شعر رو دوست میداری. خاکی وطنم سرمه چشمانی من است، روی وطنم آینه رخشانی من است، نوری وطنم آفتابی تابانی من است، مهری وطنم در دل و جوشانی من است. من را وطنم تربیه بسیار نمود، فرزندی به خود نیک و وفادار نمود. دروازه اقبال برایم بکشاد، پس خدمت او خطاب وجدانی من است. تشکر نصرت الله. تشکر. لطیفه میگویم. لطیفه. هر کجا بودم نبودم من همان فرزند دهقانی تویم، در خیالی ریگ کوهساری تو من غم میخورم، از برای سبزه و خوری تو من غم میخورم. شعر از کمال نصرالله با تمنای وطن. با تمنای وطن میمیرم، در رهی راهی وطن میمیرم. مثل جای ریخته در پایه این نهل، بهر احیای وطن میمیرم. تا وطن زنده بود زنده منم،
با تقاضای وطن میمیرم. بود هم نبزی وطن نبزی دلم، با سویدای وطن میمیرم. تا نمیرم به جهان بعد از مرگ، بهر فردای وطن میمیرم. از خدا خواسته از سجانی دیگر، باز در پای وطن میمیرم.